بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. عزیزان بیننده، خلاصه دوستای عزیز، بعد از عثمان مردم اومدن علی ابن ابی طالب رو انتخاب کردن رضی الله تعالی عنه و خود حضرت علی را میگن که یعنی بین خود حضرت علی خودشون منتخب از جانب خدا نمیدونستن، بلکه در نهج البلاغه که صحیح ترین کتابی فرقی به همه معلوم است، اینجا میگن که بایعون الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، یعنی اونهایی به اون بیعت کردن که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن. مثل انما الشورى للمهاجرین و الانصار، شورای انتخاب کننده رئیس دولت مهاجرا و انصارا هستن، گفتن حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه. دیگر خیلی که حضرت عثمان گفتن بعد من نمیتونید دیگه سرجم شوید. اینجا برادرها یک گروه اومدن برای خونخواهی از قاتلان عثمان پیش علی ابن ابی طالب اومدن، چون که عثمان رو یک گروه اوباش نابکاری جنایتکارایی به اصطلاح مخصوصا وزنین از این طرف اون طرف، از طرف مصر و از طرف بصره و از طرف نمیدونم کجا آمدند و خلیفه رسول الله رو کشتند. اینجا وقتی که این چیز شد، این اوباشا دیگر کجا رفتند؟ نیمشون با لشکر حضرت علی آموخته داشتن، نیمی دیگرشون این طرف اون طرف رفتند. بعد اون آدمایی که به قاتلای عثمان رو طلب میکردن پیش علی ابن ابی طالب اومدن گفتن که باید که قصاص عثمان گرفته شد. اونا کجا هستن؟ علی گفت من ندونم، یعنی در لشکر تو ان. خلاص هم خیلی کشاکشی شد بین علی و اونها، یعنی که خلاصه فتنه کلام شد، بعد نبرد جمل شد، بعد اون نبرد صفین شد و غیره. وقت با علی ابن ابی طالب با شامی ها درگیری شدن، ما حدیث داریم که پیامبر علیه السلام اهل حق رو بیان کردن، گفتن که ویح عمار تقتله الفئه الباغیه، یعنی که پیامبر گفتن که عمار رو گروهی ظالم و گروهی باغی میکشد. وقتی عمار کشته شد، ضمن لشکری کی بود؟ ضمن لشکری علی ابن ابی طالب بود. بنابراین اهل سنت و جماعت اعتقاد دارن که علی ابن ابی طالب حق است، معاویه و شامی ها باغی هستند، یعنی گروهی که علیه سرداری دولت یا اینکه خلیفه قانونی و شرعی سر برداشتن. لیکن ملاحظه برادر است، ما گفتیم کلمه باغی رو استفاده بردیم، بعض نابکارها، بعض رافضی های سبعی می آیند و کلمه باغی رو به فاسق معنی داد میکنن که این نادرست است. باغی رو به فاسق معنی داد کردن این طعنه به امام حسن مجتبی رضی الله تعالی عنه است، چون که حسن مجتبی طبق حدیث بابایشان محمد صلی الله علیه و سلم که گفتن که این نبیره من بین دو گروه بزرگ مسلمان ها صلح می اندازد، اومدند حکومت رو به معاویه سپردند. اگر حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه میدونستند که معاویه فاسق است، هیچگاه حکومت بابایشان، جانشینی بابایشان را به معاویه نمی سپردند. بگردیم با سری مسئله صفین و جمل. وقتی که در صفین بودن، حضرت علی قریب بود که غلبه میکردن. بعضی روایت هست که شامی گفتن که به صلح میکنیم بین، یا بعضی مسلمانان دیدن از بسیار قتل و بسیار از کشتار ناراحت شدن، گفتن به صلح کنیم یا خلاصه بیام که اینقدر مسلمانان کشته شده ایستادند. خلاصه وقتی که قرآن والی نیزه ماندند و طلب صلح شد، بعضی از گروه حضرت علی مجبور کردن که همین پیشنهاد لشکر شام را قبول کنند و حضرت علی پیشنهاد رو به اجباری قبول کردند و نماینده معاویه عمرو بن العاص شد و نماینده علی بن ابی طالب ابو موسی اشعری شد. آنها در بعضی بندها اتفاق کردند و بعضی آرش رو به تأخیر انداخته گفتن رمضان آینده وام بخوریم، یعنی که اونقدر اتفاق کامل نشده بود بین اونها. خلاصه یک گروه دیگر آمد و تحکیم نپذیرفت، پیش علی بن ابی طالب گفت تو امام حقیقی هستی، تو امام برحق هستی؟ علی گفت بله من برحق هستم. این طور باشد تحکیم رو نپذیر. چرا تحکیم رو پذیرفتی؟ باید از تحکیم دست کشی. علی بن ابی طالب گفت من عهد کردم، من دیگه نمیتونم عهد خودم رو شکنم. خلاصه همین یک گروه حمایتی که برآمد و با علی بن ابی طالب در نزاع شد. تحکیم چرا پذیرفتی؟ باید نمی‌پذیرفتی، تو این کردی، تو خطا کردی، تو فلان، تو بیسمدان، دو گرفت. و این گروه از اردوگاه علی برآمد و به منطقه به نام حرورا رفت که بعدتر همین لقبی همین برای اونها یک لقب شد، حروری. اونو دعوا داشتن که ای علی تو در این مسئله غیر خدا رو حکم قرار دادی و برای اون که غیر خدا رو حکم قرار دادی تو کافر شدی. ببینید چقدر انحراف فکری چگونه پیدا شده از میدان. بعد دیگر می اومدن نزد علی و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. بخوندن میگفتن لا حکم الا لله، یعنی فقط چی در اطراف همین چیز مذهب خودشون رو میسازن همین فرقه.
خب یه چیز دقت دوستای عزیز، تا حال برخورد با علی برخورد سیاسی است. میگفتن که ما تو را میخوایم که جنگ کنیم، معاویه رو سرنگون کنیم. وقتی که ناکام شدن چه کردن؟ همون تکفیر سیاسی دست داده، گفتن که تو کافر شدی. لکن به این مشکل حل نشد دوستای عزیز. یعنی در اطراف علی مشورتیاش بود، لشکرش بود، این لشکر زن و بچه و فرزندای دیگر و دیگر داشتن. اونجا انسانی بودن که علی رو نمیشناختن، نه دربارش تصورات داشتن. بوده برای خوارج آمدن وقتی علی رو تکفیر کردن، یا نقطه بود، اومدن گفتن که اونهایی که مشورتچی شدن دو برای تو، مشاوران تو را وادار به تحکیم کردن، اونها نیز کافر شدن، چون که تحکیم کفر است، تو به تحکیم راه دادی، تو کافر شدی. اونایی که اطرافتی از اونها کافر شدن. بعد دیدن که خب این آدمایی که تحکیم کردن به کی تحکیم میکنن؟ به لشکر چند هزاره. اون لشکر هم کافر شد برای اینکه اینا رو یاردن میکنن. بعد اومدن گفتن که خب اونها زن و بچه دارن، زن و بچه‌شون هم همراه اینا هست، هم فکر اینا هست. گفتم مادام زن و بچه‌شون هم همراه اینا هست، اونها هم کافر شدن. ببینید چه خیلی خطرناک است مثلا. بعضی اینجا انسانایی هست که اصلا علی نمیدونن که چی است، اصلا نمیدونن که قضیه چی است، اصلا نمیدونن که این برای چی کشمکش رفته است. نو چی گفتن اگر آنها آمده به خیمه ما، یعنی به اردوگاه ما پیوند نشوند و پیوست نشوند، آنها نیز کافر هستند، چون که اهل حق ما هستیم و دیگران باطل است. ببینید چه دایره وسیع شده رفته است. یعنی تکفیر چنون خطرناک است که از یک نقطه سر میشد، یک شخص رو شروع بکنه تکفیر کردن، بعد دیگر چیز الحبر علی الجرار، خیلی عرب میگن، دیگر میره اسمونش دراز از کشته رفتن میگیرن، دیگر اطرافنگاش تکفیر میکنن، همنشیناش تکفیر میکنن، زن و بچه تکفیر میکنن، دیگر اونهایی که او رو طرفداری از او رو تکفیر میکنن. به همین شکل رفت. یعنی که دیری سید برادر چخیل تکفیر سیاسی و تکفیر عقیدوی رفت. یعنی یک اختلافی که سببش سیاست بود، آیا معاویه رو تا آخر لشکرش رو سرکوب کنیم یا اینکه حاضر تحکیم کنیم بدتر با سرکوب کنیم. رفت دیگر چه شد؟ اختلافی عقیدوی، یا اینکه رنگ عقیدوی گرفت، یک چیز سیاسی. عیناً همین چیزی که مثلا رافضیای سبعی هستن که مسئله سیاسی رو، اختلاف سیاسی رو بردن چه کردن؟ اختلافی عقیدوی کردن. خب یعنی این بسیار روش غلطی است که و اولین بدعتی است که در اسلام ظهور کرد. این بدعت تکفیر است، بدعت کافر خواندن یک کس دیگه است. بنابراین علمای سلف با اینها خیلی برخورد تون داشتن، از اول میخواستن پیش راهی نگیرن، چون که خیلی چیز خطرناک است. چون که تکفیر گفتن معناش خون آدم حلال کردن است، تکفیر گفتن آدم مالش حلال کردن است، تکفیر گفتن آدم ناموسش حلال کردن است، تکفیر گفتن انسان از جامعه از عزلت دادن است، همه رو بر علیه وی بسیج کردن است. بنابراین باید که پیش اینها گرفته شود، تو اینکه در جامعه خونریزی نشود، تو اینکه در جامعه نافهمی نشود، تو اینکه در جامعه بی سر و سامانی نشود. بنابراین گفت کلاب و اهل النار، میگفتن علمای پیش، کلاب و اهل النار، کلاب و اهل النار، حروری، مارقه، نواصیب، یعنی به بدترین که اون لقب ها اونها رو میخوندن. مارقه یعنی اون آدمایی که در آمده برآمدن از دین، خروج کردن از دین. خیلی که تیر میگه از چیزی که شکار میشود، از چیزی شکار برام، از بدن چیزی شکار شده سر برآمده میرود. نواصیب اونایی که دشمنی به اهل بیت دارن، به حضرت علی دارن. خب یعنی اینا که فتنه بزرگ بودن، اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و علما همیشه با اینها سخت برخورد میکردن. چرا؟ چون که اینا انسان عادی نیستن. اینا یا میکشن یا کشته میشن. دو حالت دارن. یعنی طول تاریخ وقت نظر میکنیم که خوارج چی مثلا نامخلوی میکرد، وقتی خروج میکرد 100 کس هم باشد، 10 کس هم باشد، 50 کس هم باشد، 1000 کس هم باشد، تا آخر میزد یا میکشته میشد یا میکشت، یا کشته میشد یا میکشت. بنابراین علما با اینها خیلی برخوردی سخت داشتن برادر عزیز. یعنی ببینید اینجا این همه خوارج انسانی عادی نبودن، اکثرش قاری قرآن بودن، انسانی بودن که پیشونیاشو پینه بسته بود، زانوشو پینه بسته بود از سجده کردن، رکوع کردن، از ذکر کردن و دعا کردن. و ابن عباس میگن که وقتی من در اردوگاه اینا در اومدن فکر کردم که اونجا زنبورخانه هست، از صدای قرآن بسیار شنیدن. لیکن ببینید یعنی فقط قرآن خوانی و فقط علم گرفتن بدون فهم، یعنی مشکل اونا فهم و عقل بود برادر. فهم کج داشتن. آفت اونها از چی بود؟ فهم غلطی همون آیاتایی که هر روز میخونن. و پیامبرم در حدیث گفتن که میخونه که از حنجره اونها بالا نمیره. معنی اون که اونها نه ثوابی خوندنشون میگیرن، نه اون رو میفهمن، یعنی که مغز سرشون نمیره اون چی که میخونن. یعنی که اسلام چی میخواد از ما در وقتی که با برخورد با نصوص، با متون قرآن و متون حدیث، میگه که اسلام باید که انسان
عقل ذکی داشته باشد، یعنی عقلش زیرک باشد، بفهم باشد و قلب پاک داشته تا اینکه وی را دل خودش جا کند. اینا آمدن برعکس چی متشابهات رو گرفتن، یعنی متشابهات اون آیات‌های و کلمه‌هایی که یک چند معنا دارد از پی اون دعوی کردن و آیات‌های محکم رو ول کردند و پسی پا زدند. خب دیدید این بود ظهور خوارج. برعکس اینها یک گروه دیگری از لشکر علی برآمد رضی الله تعالی عنه که اونها تماما نقیض خوارج فکر داشتند و این را انشاءالله در حلقه آینده با شما به میان بگذاریم و میبینیم که چقدر اونها طرز تفکرشون به هم نزدیک بود. تو حلقه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.